رزق حلال به خود پیدا کن. ما تو را دوست داریم که شکم سیر شوه، زندگیت خوب شوه، و نه سر ناموس فروختن و وطن فروختن و کافر جاسوسی کردن زندگیت خوب میسازی. و باز از من توقع داری که من با تو نرمی کنم، معتدل باشم، متشدد نباشم. اسلام کافرها را از لحاظ حرب و جنگ تقسیم میکنه. کافر حربی است، کافر مستأمن است، کافر معاهد است، کافر ذمه است، اهل ذمه است. اینا همه احکام از خود دارن. کافر حربی کافر است که با مسلمان ها در جنگ باشه. کافر حربی کدام کافر است؟ هر کافری که با مسلمان ها در هر گوشه دنیا در جنگ بود، او کافر به تمام مسلمان های دنیا کافر حربی است. مسلمان ها در هیچ گوشه دنیا با این کافر حربی حق نداره که صلح کنه، حق نداره که معاهده کنه، حق نداره که با امرایش احسان کنه، حق نداره که با امرایش سلام بده، حق نداره که امرایش تجارت کنه، حق نداره که امرایش خرید و فروش کنه، حق نداره که خانه را برش کرا بده. دشمن است، کافر حربی است. معامله با او معامله دشمن است. پیدایش کردی میکشیش، سرش رواست، مالش مال غنیمت است، خانمش ملک یمین است. این احکام فقه است. حالا به این کافر تو هر نوع لفظ نرمی را استعمال کنی، این نرمی در اسلام ناروا است، تسلیمی است، شکست است. ابو لبابه رضی الله عنه رسول صلی الله علیه و سلم با کفار بنی قریظه روان کرده بود. سفیر بود برام. اونا گفت که ما اگه پیغمبر تسلیم شیم با ما چی معامله میکنه؟ این فقط هم اشاره کرد شما تسلیم شین کلتون است میکنه. توسط این گپ خودش آمد خود به پای مسجد بسته کرد، فهمید که خیانت کردیم به پیغمبر. تا زمانی که پروردگار با وحی توبه زور نازل نکرده بود، به اون پای مسجد بسته بود. یعنی به اشاره سر مسلمان با کافر فهماندن صحابه را جرم میدانستند. به خطایی از پیش یک خطا شد، خودش جزا داد، خود بسته کرد. سر راپور دادن طالب و مجاهد مردم معاش میگیره، پیسه میگیره، بازم خود مسلمان میگه، خود معتدل میگه. اسلام یاد گرفتن به کار است. دین بعد ملعبه نسازیم، دین باید یاد بگیریم و علما باید دین نفروشند. اگر از امریکایی‌ها دلار میگیرن، روی یک بغیرتی دیگه پیسه بگیرن، سر دین فروشی پیسه نگیرن، سر تحریف دین پیسه نگیرن، به خاطر اینکه از واسشان پوره نیست. پروردگار دین حفاظتش خود ذمه گرفته. این قرآن نه کس تحریف کرده میتونه، نه کس دست داده میتونه، کم کرده نمیتونه، زیاد کرده میتونه. لا انهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هل دريت بأننا نرجو الوصول لعزك بعد المهيمن من لنا يا حبيبة غيرك؟